ولی خب در باب اون مثلا که گفتم خواب پیغمبری دیدم در عالم روحی حالت ریسفیدی میبینی حرام به من، حرام شدید، حرام بستم. او حالت اجنه است. من فرشتم برام گفت که فریب من نداد. یه عکسی افتاد تو نظرم تو عالم خواب، عکس سفیدی بود. فکرهای پیغمبران میبینی لباس سفید تنشانن، محاسن سفیدی هم دارن. تا اون مادرت هم بگم با اونا ما با پشت خط من با اونی که با هم در ارتباط بود بگیم حالت سفید رنگی دیدم. گفت پیامبر میشی، ولی خب این چیز رو من جدی نگرفتم و حرام شخصی و این چیز چه زیرش روش حرام و پیغمبری بری ما نیست. این خواب دیدم ما مریدیم، مثلا نوکری ما حرام از شیطان. حضرت میدی شده نصیب ما حرام از شیطان و جن و ما پیغمبر نیستیم. آخرین پیغمبر حضرت محمد بود در دین اسلام. حرام جن شیطان و حرام حرامه حرام اصلا حرام اهلی چیز. آخرین پیغمبر حضرت محمد بود و سلام. دی چیزی بسن پیغمبر در دین اسلام عربی محمد نداریم. یه شد حضرت میدیه که آخرین امام میشه، حجتی رو زمینه، اما پیغمبر نداریم. پس در این خواب ما قول پیغمبری که بهم داده شده در اصل عالم معرفت و عالم عقل نمیگه پیغمبری. و چی هم؟ سربازم هم زمانم. حالا یه لبیکی هم خدا بهم جواب داده که شدم سرباز داده میگی حرام جنه شیطان. به دار بر پیغمبری نیست، اینم اشتباه نباشه، چون آخریش حضرت محمد بود و سلام حرام کردم اونجا. بعدم در باب اسلام و ایران تو باید این دو چیز از خود تفکیک کنی. ایرانی یا مسلمان، این جدایی بین این دو چیز نیست. حرام این یک مسئله شخصیه که به چیزای حرامه، شاخصهای وجدانی و شخصی و چیزای شرافتی خود بستگی داره. مثلا حرامه دار دسته انقلابیون و سران کشور که چسبیدن به نظام چیان؟ فقط مسلمان که همه یهودیان و مشرکن. حرامه شیطان پرستن. حرام اصولشان چیه؟ طرف مسلمان باشد، فرق نداره ایرانی باشد، عراقی باشد، کجا باشد، مسلمان. اولین شاخصشان چیه؟ اسلام، مسلمان بودن، مسلمان باشی. من قبول ندارم نه اسلامشان، نه دینشان، نه شخصیتشان. ولی به نظر من اول ایرانی هم، چون ریشم مال کرماشاست، در این شهر به دنیا آمدم و کیرمی و ایرانی هم. بعد مسلمان. این حالا انگیزه و چیز